یه چیز مهم دیگه، باز همین جایی که تو موسیقی هستیم، اینو امروز هم می‌بینیم خیلی جاهای اروپا پروژه‌های هنری رو هزینه زیادیشو دولت میده. یعنی از نمایشگاه تا موزه، فستیوال، اینا رو دولت میاد یارانه بهش میده که مردم بتونن برن، مخصوصا جوان‌ترها که پول زیاد ندارن، دانشجوها، کسایی که پول کمتری دارن، کلا بتونن برن. این در اروپا خب الان جاهای مختلف اینو می‌بینیم، ولی در وین از گذشته بوده این و هنوزم هست. هنر در وین فقط برای اشراف نبود. از این نظر خود با لندن و پاریس میگن که فرق میکرد، دموکراتایز شده بود هنر، برای خیلی ها بود و هنوزم هست. هنوزم چه از نظر تعداد اجرا و چه از نظر تنوع برنامه‌هایی هست و تنوع قیمت بلیط‌ها و اینا، وین یه طوری که دسترسی به اجراهای هنری توش برای آدمای خیلی زیادی فراهمه.